ما گفتم ما گفتم نه ما گفتم طاقت نکنم سه دقیقه بیشتر نگرفتی زود دست در بتک من پس چی کنم که تو مرا چرا آف کرد 20 روپیه در دستم میتکی نمیره بگی مرا آف نکن میری بچه این گفتم برو آفش نکردم دیگه آفت با یکایتون تو دیگه معیوب است که دیگه تو چیز نمیگه دختر گرم است دیگه بسیار دعوتان زدم سلام علیکم دوستان جور و بخیر باشین صحتمند باشین خوش و آرام باشین در گل دنیا کسبین که فامیلایتان که دوستایتان آرام جور باشین سلام بکنید خوب هستی؟ دوستان دیگه باز اینه بخیر ما باز اینه برنامه ما چی دیگه که خوشحال باشین دیگه ما همچنان خوش هستیم که شما دوستان ما رو ببینین و همراه ما میبینین و صحبت میکنین خوش میباشین میدان چی کرده این برنامه رو پیش از ما شروع کردیم شما حال دیگه بگیم دیگه قدر خدا از کار کردنش 4 سال میشه برنامه رو خودش پیش برده میده هیچ عادت به من خیمه میره شما دیگه وقت برنامه رو شروع کردین همه قصدام نمیکنین کتازی دیجا قصد کردم تو قار بود امام قار کردم و مسکه شیشیان قار کرد دیگه بستر پیش موزر کرد که مرا ببخشی مرا وقت نکنی دیگه حالا بیش موز کردم نه کتازی غرض نگی اردم شهید است برکت خانه برکت در اولی یک بیشتیره گرفتم مرا داده پسر کو بیچاره کش کرده آمده چی میگی؟ ما این دیره بگی مرا وقت نکنی و پیسرم در گجا خود میمونه نه که یک بکسه که سیاه داره او رو با دست بافته شده دینامو میبونه هر وقتی که کار کسی با زیادتر ببین پیش قرض میگیره باز قرض که نتیش خدا همی پیسر مزروی ما بگیره که شما میگیرین پیسی مر پس نمیتین دیگه این برکت خانه ما سیره آزرده و چی نمیکنیم اردم چه بیچاره دیگه باید ناز نوازش شوار داریم به نام یاد خدا سلام بیجان به خودت به لیدا جان قن به کمرمین ما امید که جور صحتمند سر حال باشین در هر کجا که وطندارای گلم است خداوند جور آرام زنده و سر حال داشته باشید همراه فامیلایتان خوش آرام باشین جمعتان جمع باشه دلکایتان بیغم باشه بادم شما را به برنامه خودتان عزیزای دل خوش آمدید میگم من با جمع فامیلم شما رو به برنامه بازم خوش آمدید میگم چاشت است 12:30 بجه روز است سال نادر جان من مکتب نامده دیگه آدم چی لیدا جان وقتتر گوش نمیشه باید 12 بجه نان ما تیار بشه امروز دیگه برنامه ما دیگه به خاطر برنامه یک کم ذره تار خورده یک نیم ساعت دیگه نان ما باید نان 12 بجه آماده باشه در خانه بچه‌ش که چیز نادر خان سودا رو خان بخیر دیگه میارم سودا رو میارم و خودشان از مکتب سخت میکنه دیگه غیر از دیگه نمیکنه وقت امتحانایشان باز نده ببینیم امروز یک کم ذره دلگیر است شما پرسان نمیکنید چرا دلگیر است ببینیم یک دانه خراز بسیار همت نازنینه که او رو تصویرایش در برنامه دیدین متاسفانه خراز ایسالش که بسیار با نوازش و با ناز و چی او رو کلان کرده بود قفار بود شاید بود ما رو از ولایت غزنی زیبا آورده بودیم ما یا متاسفانه دین روز و خراز خلاص شد دیگه رفت پشت کج کلافت دیگه ببین به خاطر دمو دیگه آسام کرد یک چمگیریان هم زد که خراز بود که 8 سال برو نگاه کرده بود دیگه پیرم شده بود پیر شده بود خوب یک چیز دیگه پرنده چیز خوب بسیار نوازش میداد صبح که او رو میخواست به نام سردار و چیز یا خب نام سرش مونده بودی دیگه بود تو یک بخچه که خوبش بود که هر کس که میدید شما برام از کوچه میره اگه نمیتین ای همسایه ما قصد کرده بود اگر او خراز در دست ما بیاید پیسه میتین یا که نمیتین جزیش میکنم دیگه او بیچاره دیگه وقت وادیش پورا شد دیگه رفت پشت کج کلافت به نظرم که نادرم اومد یا مخصد لم کردم یا رخصتی چیز زنگ و مطلبتان شده است رخصتی خدا اینجا مثل کنچا یاد از من تنبتی داد غزال تو جنت
سلام علیکم. آمدی بخیر. بیا خوبی؟ بخیری؟ چطور؟ در خوشحالی بیداری؟ بخیر آمدی. چی حال داری؟ خانه خیرتی؟ چطور؟ جبو جبو تجوری؟ چرا فهمیدت ندیدی بود؟ تجوری. سلام وطن امید که جور سر سلامت باش. در جای دل خوش آرام سر یکم بلنگوی تا دی صدای کاروبار است یکم. سلام وطن عزیز. در جای دل خوش آرام باش. باز عافیت بتن. خب بستی کامرمان سر. خب چرا که ناوقت کردی؟ والله دم مکتب یگان فساد مساد کردم مامان فساد چی بود؟ مدیر یکم آزار دادیم یک چند نخ جزایی که در مدیر خانه گفته بیش چی بودی؟ قید بودی؟ اینه تو کارا نکنه اولادایتان اوش کده باشین نادر رو تربیه نکنین که مدیر آزار بده معلم آزار بده اما تربیه سالم کنیم که برای مکتب جنجال جور نکنه این دیگه بگپ بند نیست که ما میگیمش میگه تو کارا نکن اما اگر بدوا کنه در کسب و کارت خیر نمیبینی انگور سایه تو در گپ چی انگور سیاه تو رو سیاه گشته دیگه خب نه انگور از کجا شد رفت نان خب بخی تو مطل خودت هست برو دیگه آن بازار برو دیگه نان بیار دیگه نان خوش بیار و بیبیم فرمایش بده چی میتل باز هتل میتل بیا امت یگان تا میگی ماما نان باش ما باشه خیر برو تو بازار دیگه بگی بیا نان خوش کن بیا بامیان بیا بازکل نمیتیمش بازکل هم ببره خراب میکنه بیبی بر از این مجبور هستیم یک دانه خر میخریم که در سر خر بیشه نه تیل میخنه نه خراب میشه نه وارز میکنه یک قکا برش پرت خلاص سر سبا بخیر من میرم بردمی درو یا میپالم که یک دانه خر بر پیدا کنم دیگه یک 400 داشت که باسکل لنجر کتی اینه بت پلان ما برداریم به خاطر که باسکل ما رو برده بود خراب کردی اینا خیر روز آخرت باشه باسکل آره باسکل که بتون پیش تو جور نیست ما گفته یک فولادی پیدا کرد رفتی با ما ارمنیا رو فولاد نه فولادی نمیگه آینش از فولاد باشه که میگه مقاومت زیادتر داشته نه اینم خر مقاومت زیادتر داره مکان در بی بی سایک سوا اولت نه دیگه چنگری کردی دیگه خوب هر کس کازار دادی در روزی مکتب بان نه در روزه بناش کرده کدام جنجال کردی کشیگیر کرده خب سوا اولت خب نادر جان تو بازار بخیر برو من پیسه بده من برو فاصلیه بامیه بیاره لو که کسا میخوره بامیه صحیح دیگه اینمو میرسه بر چی پر بخیر قدر قوت داره که هفته شرشک داره بر پایت فایده میکنه بر پایت من 120 پس یک چارک پس یک کیلو بیا نه یک کیلو یک چارک نه زیاد میبونه یک کیلو بامیه فاضلیه رو من ها لیلو چرا میگی؟ ها همون لیلو اون مردم های دیگه یگان نان بیار ترکاری بیار در پیش خب برو در ترکاریت مکتب باسکل خراب نکنی نه بات میکنی 25 نگیری بکنه کافه ما سرش حساب میکنیم اینا رو بخیر تو برو دیگه ما هم طرف آشپزخانه بریم تا که نادر برسه بخیر دیگه کاسه و یارا تیاری ببانیم امروز آشپزی رو هم دیگه بیبیم خونه میتونه دیدان بیچاره اردم شهید است ما و نادر جان آشپزی میکنیم چیز آوردم ماشین دیگه خلاصه چیزی یادم نرفته باشه چی بیا؟ سلام علیکم السلام علیکم یه خبر بد براتون دارم متاسفانه باسکل بچه همسرش خنده یکی رفتم پیسه را گم کرد یا دکاندار قرض آورده باشی ما ببین گم شد دیگه این دستت میرسه یا سوتا را برش میگی بیبی سوتا خوب است گم شده ولی خوب تا که بیبی سر شقرار نکن دیگه کس نمیکنه این همی خودش قاضی است بیبی قضاوت دیگه با ماره کارا میکنه چی نکن چی کردی شد بیا تو ماسون چی میکنه که بسیار تو خسته زام است یگان چیز وان مینه چی میکنی خدا رو چطور که کم کردی شد
با گم شد نفرم گم میشه دیگه مرغم گم میشه گم ای کامیرای رفتن میره گم میشه اون بچه همسایه دا باسکلش خندی که رفته وقتی در بچه هم ساعت چقدر داشته که تو بسته مال تو باید مرتا گلباغ ببره خب باشه من سودا رو سعی کنم چه قسم سودا آینی مار لیمو سیب اونا از من که دیستر میگه برو پیسه رو پیدا کن برو گم شو قواره ما بیبی بشه. برو تو سرخانه بیا بخیر برو سنون خوبه نور رفتن نونو میخوری ایواز نون تو زاره بخوری ما بخیر برو پس کن نونا آدم سودا رو سعی آوردن کلی چیزی که منظم یادردیم آوردن خب خیره مقصد ایره قرض نآورده باشه حالات نشه که یک روز ببینی که دکاندار از یخن ما گرفته که زود بده پیسه از ایره چی بابا تو آمد دیدی که یک تلاشی بده باش تو نادر تو بیا تو یک تلاشی نیست بیبی چیز نیست صبر کن بیگی بخ بیگی پیسه رو بیجام نه ای دو کنر مونه در تقاقای دیوال میمونه یاد از این یک سنگ میمونه من یاد کنی نه دیگه خود سر دینی سر تو دشکن میزنه برو کم شو باش معلوم میشه بچه هم سایم باز معلوم میشه این نه دیگه بیا تایر خورید نیست دیگه بیا هر دیگه کمک بیا کن نه میشه کتوره بیا تو خواهم نوبت نه دیگ نوبت ما شد بخیره باز نه کاش کاش مارا بسپات ما چید بیار آشپز بخیره یک شنگ دختری تا نشان میده دیگه میگه مرد نمیگیری فالزوی ای نمیگیری ولاگه بگیرم تو ولاگه یک بگیرم ولاگه ما تو بگیرم الو من تو کار ده پیش کس کمال نداری کار ده نه ایره بشوی ایره بشوی باز بیار که باز چی میکنم چی میکنم میره اول میدان هم میتونیم ببینیم نه اول ششتر میشه باز میدم میشه باز پیدا کن باز چی پیاز گیری با واو قصد کده اینی ببینی هورتی شو آقا سر پاس کده منو تشته میام به این سر در راه ما رو گم میکنی یاد می تاش بده یاد آه نه ایره واو چه پس کن اینیره پاتو نه نه منو بیا اگر سنو می داشتی بیبی رو دمی دوم خانه آقای خود میره اگه ناکاره بود دیگه این دیگه فقط بعد یک هفته نگاهش میکرد او رو نگه بر مزدوری میگرفتی بیبی مزدوری نه من نان خود حلال میده خدا تو خساییز کار میکردی پر گفتن تو می بود با خدای ای اما ما آل و مال و شوی باشه بر تیلا می دختش میره یا دیمسه بروسو اما پس پیش زود پرده نه پس نبیه بیا گاز یک چیزی اینه دیگه سیال لول بده خیر حال دادل ببین چیز نگه که مجنون شد چیز نگویی نه کار پیدا کنی ببین دیگه تو بیاری دیگه دادم منش کارت باز لیداست کاردار میور داره یکم زر بدماش از چی کردی که کاردار کدام کجا بخ اینی کار چوکو میبردار می بدماش هست حالا یک آه همین چیز بگه کار میکشی دیگه روده و چیزا میکشی خبرداری نداری چاقو نبود گم شده وای بیبی جان دلک ما برده کوکا چهار بجه نون میته، 3 بجه میته، 2 بجه میته من یورا میدید از فراشک پایین تو چیرش کو دوستای تا بشویی که نشویی والا اگه ما یعنی خرد شم چی رو انداختی در اون؟ بالو را پایین تو میره چیرش کو نه انداختی را میگم میش بشوی بیا کس فراشک بکش کلچه بشوی آواره میره پس بسیده پس میره بشوی از فراشک بکشش بیا چی را تراشک بکش اصلا مرچکور هستی از اینکه من از مرچ پاریز هستم یا مرچ میکنم لیدا نه تیره برو بشوی بیاری یا نه؟ بشویش ما خدا نمیگم لیدا
چاقو باز است نه اینا چاقو رو میورده حال وره همین که دکا بده چیز که میگیری به چاقو کار قیچی همه چیز باز میره که چیزای خطرناک نگاه میکنه چیزای چیزی نگاه نمیکنه که بگویی گلاس ترموز باز بیچاره دیگه نمیتونه باز میره همسایه ما قیچی رو گرفته بود اینو میولده دست از اینا آمدنی نیپاله کنم قیچی رو کنم فلانه نفر گرفت چی کرد هیچ مورد نیست چی میگه؟ کم دانو کم مایم کم از دیگه حال افش نام میگیره فلانی کن ضربات میگیری خب اینا نه تربیت از خالت یاد بگی بس که گیر ملاقه رو جانب دانو مونده من جمعی ما تو کمی سختی یاد کار دو چاقو رو میگرده نه بس روش خم بس اما خشوتی بس ای پیش که مریض است یعنی که تربوز رو تو پالیتی دیده کس که قرار بگیریشه یک نفر بود تو اما تو آدم بود یک نفر بود بندی شد فلانی وارد چی کنم از تو اونجا میری که تو اگه برای درو بزنی یا بزنی من نتونه کنم او دیگه او چی ما رو میبینم یعقوب برات میبرم در زندان مونده از من تنها خوب نیست دیگه 20 نفر نامش یعقوب راست میگه نام خسر ما یعقوبه نامتی نامش یعقوب 20 دفعه بر بگوی نامتن نام زن خبر بگیرم بگی دیگه نام دادن زن شهربان میمانه مایگل پای کتا ها امیدی نامتی دوستی بچه هنوز نداره نامزاد هستی خب شد که فهمیدی خوش اصیل شدم از بودی من چه تو پرسان میکنی؟ نام خوش شدم برات نگیرم بیت جیتا پاقای نام نانو دوستی جیتا تاقو نمیفهمی نام نانوی تو چیست نام نانوی اینو نام تو شاورده بگو چی؟ نام شاورده بگو بگو باید ما پرنه چی بود؟ غریب اون روز آماده بود موردو غفور موردو چی داداش؟ باز مگه نونا میخوری گاو باره نونا میخوری گاو میزنی و گاو مانده دایی با قصد تاشی بیبی تو مارا که یک تاشی نکشی اولیگار تک تالی آخو دستی پوتاره بیا اولیگار تک تالا مرچه کارش پوست نکن آسان است زیر ناخونت بره که یک دفعه سوخت یا با من خب معامل تر میشه خب بخمیم روغن دیارنه بازم یک توی خلاص که بیوی شما این خرنه تا بانجان مارا بیبی مارا دست نزنی بیار راست میگه بیوی تو سعی کن ما چه قسم آشپزی برات میکنم مارا تیر است مارا تیر است باز دیگه که اگر رات کنی هیچ چیز نمیمونه چه قشه این نوکاکای شبیه نه آره که کونش بزن سرشا ندانم خب زیاد ندارم دیگه کم کم دی ولی از خدایی که بیازه نقه کسی رو کلش توتر کیش میبانه سعی که اینو اقبال است اقبال کتر است آلمی تو تا که روغن بیاری این نوکاکای شبیه اونم خلاص میکنم نرک است نکو بچه او دار بچه او دار مرا با نم دادوره نه چوبه من دادی؟ مکمل کلش خراب آورده عیف پیسه بعد پدرت نولد مارکت بالا تو چی بالاتی ما چی ما چی بدرد ما میخوام تو مرا میره تو بخیر پیره چکو برا این مسیر خلاص کنی نال دایه ده خبیبی برسی چی میکنی برو نادر روغن بیا برو برو مایده دیروز خود بشکی روغن دست داخل کردی سرت چک پک میکردی روغن نبود گفتی تو روغن نبود روغن موی نبود لا مالی حکوم چه خبر روغن بر میگی کن چپاش الله چی چپاشن؟ روغن چی آوردی؟
دستی رو بودی که چه پیش بدی چی مگر دفعه هیچ کارشون با خالی فیدان بر چی دارم نمید آره میره کجاش نگو برو ها اینه نادر دیگه قدر سودای صحیح آورده نمیتونه چی بگویی دیگه خوش ریزه ریزه برو گرفتیم اینه مارا سیره یک عدد سیر یک کاسه قربان جانمی باید چرا پخچه نمک کو مساله یار مساله را یار خوش است زیاد نپسی دوست یک عدد مساله زرنگلن ای چیز داری او مساله دیگر دیدی چه چیزی مساله و مساله یک نوع نادر نپسید داده هر کسی که انداخت سر خواب کنه تو ناشه که باید بخوری سرمک کنی خدا کلتون نکرد شاگردا یاد گرفتین پیستانه سود گره تو پیسته میاری خوب ببین من یاد دادم سکلانه ای که دوسته نه نه لیدا که جور میشه جایدات ما نبود که ما دیگ میکنم اینا دیگه بخاطر لیدا دیگه جور شد دیگه خودش دیگ ما دیگه کار داریم رشکم داخل نکنی یا بوده هر کسی که میشه داده بشه بیایه پیسه داشته باشه طلا داشته باشه تا کوره بزنه او رو دیگه یک لیدا رو برچه پخلا این داره میتونه قوی است لیدا که اسکاواتور رو داخلان رو لنگر دی بسیار است زمینی رو بون چخیت نکرد زمینه خود رو میگم نه اگه گوشت تو رو دیگه دندانای لیدا چرمک دیگه کو. چپ میکنید برای چرا داره حالی تو یک بخار غلط آوردن راز نگو بخواد گرناوی تو برنج میکنه شاو مونده چرم دور بیاد ای پس برو امرو خود بیا نه متوجه شد سریع این تیش کتایی با ترنگه شد هم سایا خبر شد که ما دیگه تا سکنیم که ما آمادگی دیگه بگیریم اون میره میاره دیگه تو سرما چی میکنی میشه مار یک روز توی ما باشه بعد یک روز توی باشه دیگه مثلا خب بازی میگم تو بگی که وای تو ترافیک هست چرا تا توی نمیمون وای تو مایده میکنی میگه من پای ندارم نمیاری
اینجا ما برای پایک بر کرا میگیرم نمکش خوب شده یک عدد نمک بسیار زرقنتاین بیار بخوای فاصله بیاره ما ایشون کار نمیکنم شکر خدا انشالله با امید بسیار خوب پخته شد نه آنه تو نکن خوب صحیح شورش بده دیگه شورکش نتی قایمش کن صافی دیده گردن دیگه که صافی قایم دیگی رفته صافای محترم نشو پشت سرت حالا نریزار مویایت دادن نفته او نیست. ای شوله نیست که تو کپچه زده میری صحیح اول داخته میشه بیبی یا نه؟ چه کدمه نه چی میشه با یک گلاس یک نیم گلاس نکن نه یک نیم گلاس پس زیاد اگر نه هیچ نم داد برو قایمش کن فرقی مثلا در چی آمده که گال گوش نسیم میخوریم میگه دیگه سعی نکنید فقط هم چای ابلق بره ابلق بخیر آه برای دیگه نمت بیچی کنه من خواب در سر کت دیکدنت هیچ نکن میده خودمون میکنیم ما را سپاش خود پیدا نمیکنیم هر دیگه میدونه من ما نمیکنم پای پای. حالا من چطور کنم که تو پای پدن اولاد نداری میگه من پای پدن اولاد ندارم باز پدن اولاد 200 چارچ دیوالای نه سری گفت بله پای بعد باشه نه چرنگ با نگفتم گوش نادر بیه میوچت بکن بیاد دو تا دندان پیش رویت میت خورچ رو طرف کنم من چه نسر بخیر چی مشکل لخم و لخم یعنی الان چه شبیه خور بده مش بلاقایشه این سری رو ببر این رو ببر کتی از تو دیگه ما بخوای پخته شد بیار قابت را پاشو آه یا بس شیار پڑاو کشیدم بر تو بیشک والا اینه بامی ما با شما مونده بودم اینه بیبی نیشه دیگه نین نسوخته دیگه نشون برام چه اوکی. تو خودت کو؟ فرمان وای صبر کو تو آلی دیگه سوخته یا نه، آلی خدا بمی را، چی سکو. شرا پرتی ملاقه ندن که سیار آبروش نه آنها چی کده آبروش نبرده کو؟ خب خیره وقت آخر اگه من خواهیم میل بسیر خانی دم اگر دیگه نشان ندم هرچی کنیم یاد نداریم نا خال خود خراب فرد میگیری هستی که همی لیدا یاد داره لیدا همین سوخته یا ما نه چی میگه نگه سوخته بگریدم بچه خیر کجا میبری خیره بردشه خیره من میبینم بیا از که پتش میکنی هیچ هم شما رو سرش کشی میخوری؟ بسم الله بس نفره کوک مونده خو اصلا نقد سکر با خدا بچه عظیمی بوده نه خانه غریبانه دیگه دوستا زنده باشه دیگه این دیگه از ما اینه خاله کنی دیگه که تیشه رو فکر روز روزگار زندگی تیشه بیبی جان چی؟ شکر است با خدا از زندگی اصری که چی این گفت؟ زندگی بر ما چی گفت؟ خوشایند است چی؟ ماشین گفت از من هیچ چیز نشوی است نه هیچ چیز نیست باز چی کنم Mani dopo io نگه اگر من پای نگه که پای میدرسم من جود داره میگم من پای پدرت امریکا رو چیده بودم نه نگه تو چی نه گفتی؟ io این با نیت بخو میگی دیگه که تو خدا کردی لیلوکت بخو بر پایت پایدا داره چسبک پایت زد مجبور تر میشی تو تو بخی اقام بیا رو شپر کن بخی بخوا خب بیبی جان اگر سوختم مزدار آمده خیره اما سوختگیش هم قبول داریم باید قبول کنی گوش نتین دیگه ما میرم میگم من گوشنا نمیدونم ولی اگه فرق سرد خالیش نمیکنم دیدا میاد قصورخانی در نه، برنامه خلاص بابا. پارت از پست من میکنم انا نمیدونم قنده من چی خوش دارم از خاطر که بسیار فایده داره برای پای تو پخته کردی نیت پنج چی پنج شما کنه خما خموش میدون با واقعیت که مزدار است خیره اگر سوخته هر چی که هست میخوریم گوش نستیم بیبی جان وقت برنامه تمام است ما برنامه خود در اینجا خلاص میکنیم یک تشکر خاص از دوستا میکنیم که تا این دم بود بیننده برنامه ما خداوند خیرشان بده نادرم خیلی ببینه که از این دیگ سوختگیش
خداوند کامیاب داشته باشیش خیلی تا دیگه این ناله دم- ایسای کو ایی که از مولتو که نخوریم سوختگی و چکیده و خوب خراب و زیر کی میخوره؟ یگان دفعه بازتا میکنه هنه یاد داره دیگه دوستا تا این دم بود برنامه ما تا برنامه دیگه که با شما عزیزای دل می داشته باشیم شما رو با. خداوند یک تا مسپارم ما موندیم یا باش. اگه بیبی جان چیز گفتنی داریم آه بگوید نه دیگه نام چی ثبت داریم میشه. دیگه به خدا هم سپاریم شانه خدا شبشان روزشان خوش دیر کنه خوش باشن ما خوش هستیم از پیش دوستا دیگه برو به باید خدا دوستا یک من کاری باید باشه از لغو کنم دیگه بخورم خودم گپ میدم خب خوب میدونم میخوری یا نه؟ الو و سر سرش کبر میکنی 5 دقیقه بده گلونش خب اینه ما بشکه دوست هست عزیز ما سر آشپزتیم اگه با کدوم غذا اجازه نه کاش بدیم 5 دقیقه براتون خودم میرسونم تشکر از بینندگان ما بشکرم در بغلت ما را که سابسکرایب لقمه لایک می‌زنی. شیر یادتان نره قربانتان ممنون